آیت های 30 تا 33. در اینجا این 3 آیت درباره جانشین و خلیفه قرار داده شدن حضرت آدم است و اینکه فرشتگان از خدا میپرسند چرا او را خلیفه قرار میدهی نه ما را، و بعد پاسخی خداوند به آنها. عرضم حضور شما در اینجا البته بحثش طولانی است، من تلاش میکنم که خلاصه وارتر این را عرض کنم. اول خداوند به اونها گفت که من در روی زمین، خطاب به فرشته ها، خداوند گفت که من در روی زمین یک خلیفه و جانشین قرار میدهم و فرشته ها گفتند که عرضم حضورتان آیا کسی را خلیفه قرار خواهی داد که او فساد میکند در روی زمین و خونریزی میکند و حالان که ما هستیم تو را تقدیس و تسبیح میگوییم، ما با پاک شمردن خودت ما مشغولیم. سوالی که اینجا خودنمایی میکند این است که حالا این فرشته ها هنوز که عرضم حضور شما این آدمیزاد معلوم نیست که حالا چیکار خواهد کرد. فرشته ها از کجا فهمیدند که این خونریزی خواهد کرد و نمیدونم فسادکاری در روی زمین میکند؟ از کجا فهمیدند؟ در تفسیرش دیدگاه های مختلف از سوی مفسران مطرح شده است که نیکوترین تفسیر و پسندیده ترین و آنچه که با آموزه های اسلامی و آیت های دیگر هماهنگ است این دیدگاه است که میگوید موجود انسان خب موجود زمینی است. فرشته ها میدانستند که انسان یک موجود زمینی خواهد بود و لازمه این که یک موجود زمینی باشد و انسان هم که تنها زندگی نمی کنند، در ضمن اجتماع یعنی گروه زندگی می کنند در جامعه و لازمه زندگی اجتماعی این است که در دنیا مزاحمات ایجاد شود. به این شرح که ببینید انسان یک ذات است، یک موجود است مرکب از قوه های عرضم حضور شما حیوانی و فرشته‌ای. یک سلسله از نیروهای ما داریم با حیوانات مشترک، متوجه هستید؟ در خوردن و آشامیدن و که در این شک نیست. و از طرف دیگر ما با یک نیرو و قوه غضبیه و شهوانیه مجهزیم، هرچی را هم که خواستیم خب حد و مرزی ندارد این خواسته های ما، متوجه هستید؟ خب حالا فرض کنید در یک اجتماع انسان ها زندگی کنند، همه میخواهند که زندگی خوب و نیکو داشته باشند، همه میخواهند که همه در خدمت اونا، همه چیز در خدمت او باشد، درست؟ یعنی همه رفاه طلبند. اما زندگی اجتماعی گروهی لازمش این است که ما هوای همدیگر را داشته باشیم. من از خواسته های خودم باید بکاهم، برای آن حد و مرزی قائل شوم، برای رعایت آن دیگری که عدالت همین است. اما آیا انسان ها همه چنینند که ماشاءالله یعنی به عدالت مراعات میکنند و هوای همدیگر را دارند؟ نه، همه میخواهد که عرضم حضورتان برای او یعنی بیشتر از دیگران از داده های طبیعی، بهره های طبیعی اون استفاده کند و این خودش میبرد به چی؟
و اون تصادم بین انسان ها. لازمه این هم فسادکاری و زد و خورد و خونریزی است. در طول تاریخ اینقدر انسان ها خونی همدیگر رو ریختن، برای چی؟ همین خواسته ها، سلطه طلبی انسان، اینکه خواسته های هر انسان، قدرت طلبی انسان که حد و مرزی ندارد، با کشور خودش قانع نمی شود، به کشوری همجوار مثلا تجاوز میکند. هر کشوری میخواهد، حالا این کشور باز مجموعه از انسان هاست که حولی یک هدفی واحد اینها را فرض کنید جمع کرده است، یک محدوده جغرافیایی. حالا این فرض کنید اینها با هم کنار آمدند و حالا میخواهند اینها، این مجموعه در یک کشور زندگی بهتر از زندگی دیگران داشته باشند. فرض کنید خب این لازمش چیست؟ هجوم به اون کشورهایی است که مثلا در آن منابع طبیعی هست. این کشورهای غربی استعمارگر چند سال است، چند دهه هاست و چند 200-300 سال است که هی استعمار کردن دیگر کشورها را. برای چی بود؟ برای اون منابع و ذخایر طبیعیش. نفت دارد، این باید اونو استعمار کند و از اون نفت مثلا این سود بگیرد. و برم لازمش جنگ و خونریزی و تجاوز و توجه هستید. این را فرشته ها می‌دانستند که زندگی در روی دنیا لازمش این زد و خورد و خونریزی است. و از یک طرف جانشین بودن برای خدا یعنی چی؟ معنای خلیفه یعنی به فارسی میشه همون جانشینی، جانشین، خلیفه جانشین. اگر فرض کنید ما در یک مکتب یا یک کارخانه مدیری داشته باشیم و اون مدیر یک جانشین داشته باشد، جانشین وظیفش چی؟ یکی از وظایفش این است که در نبود مدیر، رئیس، او کارهای مدیر را انجام خواهد داد. درست؟ خب حالا این جناب انسان که خلیفه است، یعنی خلیفه‌ای که خلیفه خداست دیگه. اینجا هم مفسرین، حالا بیشترشان، اکثری مفسرین دیگه، امروز ما کسی را نداریم که مراد از خلیفه را غیر از خلافت الله مثلا تفسیر کند. همه اتفاقی نظر دارند که حالا بعداً عرض میکنم بعضی ها که دیدگاه دیگر ابراز داشتند اون هم ذکر خواهم کرد. اما خب بیشتری مفسران بر این باورند که مراد از خلافت انسان، حضرت آدم، خلافت جانشینی از خداست در روی زمین. حالا فرشته ها از خلافت خلیفه بودن در روی زمین، خب اینو دانستند که این جانشین باید کسی را که او را جانشین قرار داده است حکایت کننده او باشد، آینه او باشد. یعنی اگر خداوند آدم را که انسان است در روی زمین خلیفه و جانشین خود قرار می‌دهد، خب باید این جانشین، خلیفه یعنی خلیفه خدا، جانشین خدا، باید آینه تمام نمای خداوند باشد، صفات و اسماء و حسنای خداوند باشد. اما این که فسادکار و خونریز است. اگر جانشینی با خونریزی و فسادکاری هیچ سنخیت و هماهنگی دارد که خدا این آدم را، این انسان را، این موجود را خلیفه خود دارد قرار می‌دهد؟ توجه هستید؟ از اینجا بود فرشته ها حتی اعتراض نکردند. فرشته موجود نیست که اعتراض کند علیاذ بالله به خدا. نه، اینها نفهمیدند که چرا، به چه دلیل خداوند انسان را خلیفه خود قرار می‌دهد، نه ما را. آنها میگفتند ما که همیشه با تسبیح و تقدیسی تو ای خداوند مشغولیم و ما در میان ما تزاحمات نیست، یعنی ما در دار دنیا نیستیم که با خونریزی و فسادکاری تصور داشته باشد در میان مایان. خب ما شایسته تریم. اما این انسان که
فردا چند صباح دیگر به خونریزی و فسادکاری مشغول خواهد شد، این مگر خلیفه خواهد شد؟ مگر این شایسته و لیاقت خلیفه‌ای تو شدن را دارد؟ لذا گفتند که قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك. آیا در روی زمین کسی را که فساد میکند، و خونها را میریزد، خلیفه قرار خواهی داد در حالی که ما به حمد و تسبیح تو مشغولیم خداوند؟ خدا گفت قال اینی اعلم ما لا تعلمون، من چیزی را میدانم که شما نمیدانید. ببینید چند نکته از این فرموده خداوند معلوم می شود. نکته اول اینه که خداوند با اونها نگفت که نه شما دروغ گفتید، نه این خونریزی نمی کند مثلا، نه، اقرار کرد آنها را. در دو چیز آنها را اقرار کرد. اولا گفت که آره راست میگویید، مثلا این فسادکاری خواهد کرد و خونریزی دست خواهد زد و این هم که شما تسبیح و تقدیس مرا انجام میکنید، این هم من قبول دارم. اما یک چیزی هست که شما نمیدونید. متوجه هستید؟ نکته دیگر این که بعضیا گفتند مراد از خلیفه و جانشینی انسان اینجا جانشینی از یک موجودی است که قبل از انسان ها بود و فرشته ها دیده بودند که اون موجود مثل انسان ها بودند، فسادکاری میکردند و خونریزی میکردند و لذا گفتند که این موجود که موجودی سفاک است، فاسد است، خب این چرا خلیفه بشود؟ اما پاسخش این است. البته این رو نه همه مفسران، بعضی از مفسران گفتند این احتمال را. پاسخش این است که حتی اگر درست باشند که یک موجوداتی بودند و با آدم شباهتی داشتند و آنها پیش از آدم به خونریزی و فسادکاری مشغول بودند، خب گناهی آنها که بر سر آدم که بار نمی شود. یعنی فرشته ها موجوداتی نیستند که قیاسی یک همچنین قیاسی باطل کنند. توجه هستید؟ اون پاسخ اولی درست است. اینها از اینکه انسان در روی زمین در آینده زندگی خواهد کرد و زندگی لازمه اش یک زندگی اجتماعی و زندگی اجتماعی هم به خونریزی و فسادکاری میبرد، این پاسخ درست است. مطلب دیگر این که مراد از اینجا فقط حضرت آدم نیستند، تمام انسان هاست. آدم به عنوان اولین انسان روی زمین مورد خطاب خداست اینجا، انی جاعل فی الارض خلیفه. اما این خلافت مخصوصی آدم نیست، مخصوصی تمام اصلا انسان موجود به نام انسان خلیفه و جانشین خداست در روی زمین. دلیلش هم ما در چند آیت داریم که به صورت جمع می آورد. مثلا در سوره اعراف آیت 69 خدا میگوید اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، ما شمایان را جانشینان بعد از قوم نوح قرار دادیم. یا آیت دیگر روشن‌تر است، آیت 4 سوره یونس که میگوید ثم جعلناکم خلفاء فی الارض، خلائف فی الارض میبخشتان، سپس ما شما را جانشینان قرار دادیم در روی زمین. ببینید یعنی اینجا مورد خطاب فقط حضرت آدم نیست، همه انسان ها هستند. انسان ها جانشینان خدا در روی زمین هستند. یا همچنین در آیت 62 سوره نمل هم خدا میفرماید و یجعلکم خلفاء الارض، ما شمایان را در روی زمین جانشینان قرار دادیم. پس این مراد از خلیفه بودنی حضرت آدم یعنی همه انسان هاست، نه تنها مخصوصی حضرت آدم باشد. و